خب با افزایش طول روز یکی از معضلات مهم افزایش نور خورشید هست که حتما باید مراقبت‌های بیشتری از پوستتون داشته باشین، شامل یک استفاده از ضد آفتاب هر 2 یا 3 ساعت یک بار، 2 استفاده از شوینده های مناسب پوستتون، چون همراه با گرما تعریق و آلودگی محیط هم بیشتر میشه و در نتیجه افزایش جوش های پوستی رو داریم. سومی که حتما از آنتی اکسیدان ها به اندازه کافی استفاده بکنید. آنتی اکسیدان ها شامل چی؟ شامل میوه های قرمز و مثل توت فرنگی و یا چای سبز و موادی که حاوی رنگدانه های قرمز و نارنجی هستن، خیلی عالی هستن برای پوستتون. و آخرین مورد این که حتما از یک مرطوب کننده خوب برای پوستتون استفاده کنید.